گلزن بالفطره آبی ها در این فصل لیگ برتر فوتبال ایران در آزمونی سخت. جانشین بیرانوند در قاب دروازه پرسپولیس هم همینطور. کدام یک موفق خواهند بود؟ دی یا باته میزنه و گل اول. استقلال به دروازه پرسپولیس میرسه و رادوشویچ حتی خلاف جهت حرکت کرد. احمد نور قرمزها چگونه پنالتی خواهد زد؟ نوراللهی، احمد نوراللهی میگیره توپو، میگیره حسینی پنالتی پرسپولیس رو گرفت. 1-1 در پنالتی ها به نفع استقلال. رادوشویچ میتونه پرسپولیس رو احیا کنه. وریا غفوری، هربشی کارد، وریا غفوری میزنه و گل 2-0 استقلال در ضربات پنالتی و کرد غیور آبی هاست که دروازه رو باز میکنه. حسینی در دروازه است، امید میشه برای پرسپولیس.